بل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور کار ساخت یک سرک فرعی در گذر 14 ناحیه نهم از سوی شورولی کابل به همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یونپس آغاز شد. حافظ حیات الله حیات رئیس ناحیه نهم گفت که این سرک به طول 1280 متر و با عرض اوسط 4 متر شامل ساخت آبروهای آن ساخته می شود که قلعه محمد عمر خان را به قلعه وکیل و مکرویان چهارم وصل می کند و از ساخت چند سرک جدید فرعی دیگر در روزهای آینده در مربوطات این ناحیه نیز خبر داده افزود که با ساخت این سرک ها برای باشندگان محل سهولت های متعدد شهری فراهم شده و مشکلات موجود برطرف خواهد شد. دا د نهمې ناحیې یو نوې پروژه ده چې د ښاروالۍ د خوا د یونپس مؤسسې د خوا شروع کیږي. ان شاء الله تاسو وینئ دا اول پروژه ده چې فعلا په نهمه ناحیه کې شروع شوه. د دې ورې سلها پروژې ان شاء الله په راتلو د روان کال کې تطبیقیږي او ان شاء الله دا کوڅې په مکمله توګه سره پخیږي. عبدالمجید صافی رئیس شورای وکلای گذار این ناحیه ضمن قدردانی از توجه رهبری شورولی کابل در ساحات محروم از تسهیلات شهری گفت مردم محل از تطبیق این پروژه خرسند بوده از برنامه‌های شورولی کابل حمایت و پشتیبانی می‌نمایند. بسیار خوش هستیم که در ناحیه نهم پروژه توسط رئیس ناحیه ما افتتاح میشه و ما از هموطنان عزیز خود از این مردم محل تقاضا میکنیم که در حیث حفظ و مراقبت از این پروژه بسیار کوشش کنند. خیلی ببینه دولت ما خیلی ببینه هر کسی که این سرک ما جور میکنه که در 50 سال ما در این منطقه بودیم هاو بود لای بود برف بود خیلی وضع ما خراب بود. دیگه حالا که پخته میشه خدا شما رو خیر بده. شما من که کسی که در دست است خیلی ببینه خداوند خیر بده. دولت ما شما را که کمک کرده همکاری کرده طول سالهای سال 20 سال 30 سال بر ما پروژه نداده کار نشده. امروز که ما شما مستفید شدیم از این پروژه از شما ما خواهش میکنیم تقاضا میکنیم که این رقم کار بکنین مثل که در خانه‌تان کار میکنین. نور سمسور په یکړو